سلام و احترامات تقدیم دوستان عزیز. قسم کمرای دوستا شب گذشته وعده کردیم. امروز میخوانیم رابطه به نامنویسی. Begriff A2 B1. نامنویسی برای سطح A2 و B1. Der erste Begriff, den wir heute schreiben, ist eine Entschuldigung an die Klassenlehrerin von eurem Kind. اولین نامه‌ای که امروز می نویسیم یک معذرت خواهی به معلم صنف فرزندانتان است. یعنی چی؟ یعنی پسر ما مریض است و ما باید به مکتب به نگران صنف حوال بدیم. ببینیم دوستای عزیز که چگونه آغاز میکنیم. در قسمت که ابسنده نشته است یعنی فرستنده کی است؟ خود ما و شما فرستنده هستیم. پس اسم خود مکمل نوشته میکنیم. محمد رحیم، یعنی اسم من است محمد رحیم. نام سرک باید نوشته کنیم و همچنان پودگوستی و نام شهر. محمد رحیم اسم مکمل. ام کایزرstraße 90 سرک کایزر شماره 90 45123 دیسلدورف. کد پستی 45123 شهر دیسلدورف. در پایین فاصله میتیم. در این قسمت میبینین که نشته از امفنگه یعنی گیرنده. نامه رو به کسی که روان میکنیم در اینجا باید آدرس و اونا جاگزین شود یا قرار داده شود. گوگونشوله مکتب ابتدایی رو میگه، چون گفتیم که به نگران صنف باید نامه رو روان کنیم. گوگونشوله مکتب ابتدایی برلینشتراسه 23 سرک برلین شماره 23 45126 دیسلدورف. کد پستی 45126 دیسلدورف شهر دیسلدورف. در قسمت دست راست که میبینین برنگ سرخ دوستای عزیز، در این قسمت همیشه تاریخ میاد، تاریخ امروز که شما نامه را می نویسین. دیسلدورف نام شهر 2.3.2025. میریم به بخش بعدی خود دوستای عزیز. یگانه چیزی که بسیار زیاد مهم است در نامه نویسی بتخف است. بتخف چی رو میگم؟ موضوع رو میگم. ما شما باید موضوع رو نوشته کنیم که چی میخوایم از نگران صنف. Entschuldigung für meinen Sohn. معذرت خواهی برای پسرم. این عنوان ما شماست. Sehr geehrte Frau Lisa. با احترام خانم لیزا یا با احترام نگران صنف که در بالا یاد کردیم، بر اونا ما احترامات تقدیم میکنیم. Sehr geehrte Frau Lisa. با احترام خانم لیزا.